رسول مقبول صلوات الله علیه از معراج برگشتن، به زنا گفتن، به زنها، به زنان گفتن که شما صدقه زیاد کنید، چرا من در جهنم، در دوزخ شما را زیاد دیدم. یعنی از مردها کرده شما را بیشتر دیدم در دوزخ غلط میخورید، در دوزخ هی میلولید میلمید، شما را زیاد دیدم. زنان پرسیدن یا رسول خدا چرا ما زیاد جهنمی باشیم، این علت چی بوده؟ ما مگر بندگان خدا نیستیم؟ چرا ما همه دوزخی یا زیاد از ما دوزخی باشه؟ رسول الله گفتن به خاطر اینکه شما زنها دو صفت دارید. شما زنها دو صفت دارید که او برمیگرده به زبان شما، یعنی زبانت را کنترل نمی کنید زنها. شما زنها زبانت را لجام نمی کنی، افسار نداره، بی لجامی. چطور؟ گفتن یکثرن اللعنه تکثرن اللعنه و تکفرن العشیره، او کما قال النبی صلی الله علیه وسلم. چون گفتن شما بسیار لعن و نفرین میفرستید، دشنام و فحش و ناسزا زیاد میگویید. یعنی اندک جدال و کشمکش در بین دو زن صورت بگیره دیگه زد و کند خو نیست، چون زنها او نیرو و توان جسمی برای زدن که ندارن، پس اینا دشنام زیاد میدن. رسول الله گفتن به خاطر شما زیاد دشنام میدهید، نفرین میکنید. و دوم شما احسان و منت شوهرانتان را نادیده میگیرید. شوهران بیچاره، مزدورکاران و کارگران بیچاره هی کار میکنن، زجر میکشن، مشکلات را تحمل میکنن، از بیرون خانه وقتی وارد میشن شما با یک کلمه گپ دیگه دلش را سرد میکنید که از تو هیچ چی ندیدیم، یعنی عمرم گذشت از تو هیچ خیری ندیدیم با یک کلمه گپ. لذا رسول صلوات الله علیه فرمودن شما زیاد صدقه کنید که از جهنم نجات پیدا کنید.